پیامبر ما علیه السلام می فرماید که هرگاه یک مریضی به انسان داده شود الله دوایش هم داده. دوا را بکنین سر طبیب، دوا را سر قبرا نکنین. گوش کو گپ مرا گوش کو. دوا را سر زیارت ها نکنین. زیارت ها جای تداوی نیست. تداوی که از شفاخانه است. دو، پیش علمای صالح برین دمش بکند. دم بهترین چیز و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن سرش بخواند. سوره مبارکه فاتحه به 70 مرض کافی است. او را سرش دم بکنه. معوذتین سرش بخونه. دم بهترین چیز است که ما ان شاء الله با واسطه از انسان صحت پیدا میکنه. انفاق فی سبیل الله. یک کس مریض پیدا شد فورا در راه خدا انفاق بتین. ان الصدقات تطفئ غضب الرب و میت السوء. در راه خدا انفاق بتین ان شاء الله مریض جور می شود. سه، از مسلمانان دعا بکنین. تو نماز جمعه بگین پیش یک خیلی خوب رواج بوده یک دعا بکنین که این مشکل داریم و از مسلمانان دست دعا را بلند بکنه خدای مریض را صحت بده عاجل. الله این کار را باید بکنیم و این کار خیلی خوبی است که ما در حق مریضا دعا بکنیم. 4، درود به پیغمبر زیاد بگوین و این ان شاء الله سبب میشه که ما جور شویم. نماز حاجت بخوانین. یک نفر مریض شد 2 رکعت نماز بخوان دعا بکن در نماز که خدای را صالح بگردان و درستش بکن. به این شکل ما باید مریضا را چی بکنیم؟ تداوی بکنیم. نه که سر قبرش ببریم که متاسفانه کار ناروا است، زشت است.